بچه ها همونطور که تو ویدیو قبل گفته بودم من کم مریض شدم. حالا میخوام یک گوشی نوکیا کلیدی آنباکسینگ کنم. حال مارکش نوکیا نیست ولی خب توی گوشی های کلیدیه. من نظراتم گفتم خیلی گوشی خوبیه و اینا. بریم برای آنباکسینگ، خیلی لفتش نمیدم. Here we go. خب سلام بچه ها، اومدیم با آنباکسینگ یک گوشی کلیدی مدل ژیواکو F121. خب بریم برای باز کردن این ویدیو. در اول که خود گوشی رو میبینین که ما می‌بینیم میذاریمش کنار. یک عدد باتری داره، خب با یک عدد شارژرش کنم چجوریه. خب شارژرش خوبی این گوشی یک تایپ سیه. چند زوم کنه. شارژر تایپ سی داره، بعد 5 ولت 500 میلی آمپره. خیلی ولتاژش کمه. اینو بذاریم کنار. بریم بعدیش یه دفترچه راهنما داره که ما چرانی و نگاهش نمونه، ما ایرانی ها هم یادمته. خب مارک گوشی رو زده. راهنمای شروع سری و سری رو گوشی روشن کنیم. قبل از روشن کردن دستگاه ولش که محاسبه نره ولش کنیم. بعد خوبی این گوشی که داشت، گوشی میتونید وصلش کنیم به کامپیوتر و هم بلوتوث داره، میتونید آهنگ بریزی، رم خورم هست. خب نا بذاریم کنار. آتیش. خب یک باتری بین فکر کنم 3.7 ولت تا 4.2 ولت هست. بعد 1000 میلی آمپره. خب بریم بذاریمش رو گوشی. این هم از خود گوشی حدود 78 گرمه اینجا که نوشته بود. من خودم یه بار بازش کردم برای خود فروشنده بازش کردم، گفت برای نمونه هاش اینا. گوشی خیلی تمیز و خوش دستیه. بعد بریم برای باز کردنش. خب از گوشی باتری رو بذاریم روش. باتریش روشن کردنش. خب وارد کردن سیم کارت. الان تاریخش هم درست باید درست کنیم چون تازه روشن شده. باید نمایشگر بزرگی داره. خوبیش اینه که سخنگوی قشنگ به فارسی هم میگه. گوش کنین بیان نزدیک. اینش خیلی خوبه از نظر من. برای منوش اینو خب منوش باید اینجا بریم. پیام ها، مخاطبین، زنگ هشدار، تنظیمات. اینا بذاریم کنار که شروع شد دور برم. فایل ها من چند هزار ها. دوربینش رو تست کنیم. دوربینش میشه گفت تقریبا کیفیت خوبی داره. برای گوشی نوکیا مثلی میشه گفت کیفیت خوبی داره. خب ویدیو هم فکر کنم بتونه بگیره. بله میتونه. خب بریم به اینم از آنباکسینگ میگم. همچین گوشی از خیلی گوشی سبکه، خیلی رمخورم هست. واسه تا خاموش کنم. باند خیلی بزرگی هم داره، صداش واقعا خوبه.
2 تا سیم کارت میخوره، یه رم میخوره، بعد این کلید پشتش داره. حال برای سمت ما که به در خور نیست، برای مثلا پیرسالان و اینا مشکل قلبی دارم. چند تا حالت داره، چند تا شماره داخل ذخیره میکنی. به محض اینکه این دکمه رو بزنی به اون شماره زنگ میزنه و اخطار میده. مثلا میگه مثلا من مثلا آدم پیرسالم که مثلا مشکل قلبی دارم، که مثلا وقتی من این دکمه بزنم فرض من میگم که مثلا به سرام و به آژانس اینا زنگ بزنه. به محض این دکمه بزنم خودش زنگ میزنه سریع، میگه که چی شده. چون فارسی هم هست خیلی خوبه. چراغ قوه‌اش هم تست نکردم براتون، یه لحظه تستش کنم. این چراغ قوه‌اش با کلیده، لازم نیست که شیرشکی. چراغ قوه‌اش خیلی خوش پر نوره، نورو خیلی خوب نشون میده. برای تو شب هم خیلی خوبه. خب این چرا کلیدش هم کناره. بعد رادیوش هم آنتن داخلی داره که خیلی خوبه. خب بچه ها این هم از آنباکسینگ گوشیمون. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.